وصیت کردن. کسی اگر وصیت بر گناه و معصیت بکنه، به این وصیت عمل کردن جایز نیست. مثلا وصیت بکنه که برادرم سر جنازه من نیاد، برادرم سر قبر من نیاد. عمل کردن به این وصیت جایز نیست، چون این گناه است و گناه کبیر است، قطع صله رحم است و نباید انسان به همچین وصیتی عمل بکنه. قوم و خویش من سر قبرم نیاد، عمو دایی من سر قبرم نیاد، فلان فرزندم سر قبرم نیاد یا در جنازه من شرکت نکنه. این گونه وصیت کردنی که بر اساس گناه و معصیت باشه، به او نباید عمل کرد. این دقیقا مثل کسی میمونه که مثلا وصیت بکنه که در روز جنازه من در بین مردم مثلا شراب تقسیم بکنید. خب به همچین وصیتی نمیشه عمل کرد و وصیتی که بر گناه باشه نباید به او عمل کرد. در مورد نقل، کسی وصیت بکنه که من بعد از فوت من جنازه من رو به افغانستان نقل بدهید و در اونجا دفن شود. ببینید دوستان عزیز، اولا به قول شاعر بزرگ افغانستان خلیل الله خلیلی رحمت الله علیه میگه که ملک انسان است ارجا جلوه دارد آفتاب، یا ار کجا دل می تپد دلدار را باشد مقام. یا در جای دیگه هر ملک ماست که ملک خدای ماست. همه این زمین ملک الله سبحانه و تعالی است. کسی در آمریکا فوت کرد، اگر قبرستان مسلمان ها که امروز در همه کشورها وجود داره، قبرستان مخصوص برای مسلمان ها، دفن کردن در آنجا مساعد بود، طبق شرایط اسلامی دفن میشد، همونجا دفنش بکنید. چرا اذیت میکنید؟ چون در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در کفن و دفن عجله بکنید، معطل نکنید مرده رو. نه، طرف میاد وصیت میکنه که مرا به افغانستان انتقال بدید، زن و بچه و خانواده گرفتار، یک بلیط هواپیما برای نقل یک تابوت شاید چندین هزار دلار بشه. نقل این تابوت مثلا از یخچال بیمارستان تا فرودگاه تا هواپیما، جرثقیل بلند کردنش 3-4 هزار دلار بشه. بعد اونجا در کشوری که در اونجا میره، در افغانستان مثلا، این رو بیار و ببر و دفن بکن. در این مسیر را نبودن امکانات، مثلا در بعضی کشورها جسد میگنده، بوی تعفنش همه را اذیت میکنه، یا به خاطر نقلش در بعضی از کشورها شروط خاصی دارن. مثلا مرده رو کلا دل و جگر و چیزی که داخل بدنش هست این رو خالی میکنن به خاطر که نگنده، بعضی مواد پر میکنن در او. همه این بی حرمتی ها به خاطر این صورت میگیره که آقا انقدر وطن دوست بوده که باید در افغانستان دفن بکنن. چون خیلی از وطن پرستای ما، وطن دوستای ما برای علاج بیماری‌هایشان یا ترکیه رو انتخاب میکنن یا پاکستان رو، و برای زندگی اروپا و امریکا رو، و برای قبرستان افغانستان رو. بعدش نامش هم چی هست؟ وطن دوست. تو اگر اینقدر وطن دوست بودی، خود در وقتی که زنده بودی، پول داشتی، امکانات داشتی، میامدی در وطن زندگی میکردی، به ملتت خدمت میکردی. وصیت کرده که مرا ببرید در افغانستان دفن بکنید. گرچه بعضی از علما میگن که اجرا کردن وصیتی که انسان بگه که منو در فلان جا دفن بکن اشکالی نداره، میشه اگر امکانش باشه، عذری وجود نداشته باشه، این رو عملی کرد. اما شما به 10-15 هزار دلار خرج بکنید، 7-8 هزار دلار خرج بکنید که جسد رو منتقل بکنید از روسیه به تاجیکستان، از آمریکا به افغانستان یا از اروپا به افغانستان، که چی بشه؟ آیا اگر در خاک افغانستان دفن شد، نکیر و منکر سوالات آسانتر میپرسن از او، به فارسی و پشتو میپرسن؟ اگر در آمریکا دفن شد به انگلیسی میپرسن؟ در آلمان دفن شد به آلمانی میپرسن؟ نه برادر عزیز، والله اگر جسد تو رو در داخل بحر ماهی‌ها هم بخوره، اگر که بسوزی، خاکسترم بشی، اگر به باد و باران و به دریا و به اقیانوس هم بندازن، تیکه تیکه بکند، 400 تا گرگ درندم تو رو بخورن، الله سبحانه و تعالی جمعت میکنه، سوال و جواب میشی، جزایت هم میگیری، اجرت هم میگیری. پس نه خودتان را اذیت بکنید، نه اون مرده بیچاره را اذیت بکنید. هر کس که هر جا که مرد همونجا دفنش بکنید، برایش دعای خیر بکنید. همان پولی رو که 10-15 هزار دلاری رو که خرج میکنید، او جسدش رو نقل میدید در افغانستان یا در تاجیکستان، همان پول رو در بین فقرا و مساکین تقسیم بکنید که براش دعای خیر بکنن.
امر در یک مسجدی، در یک بیمارستانی، در یک ساختن پلی، جاده‌ای، در مکتبی، مدرسه‌ای، در جای خرج بکنید که برای صدقه جاریه باشد. چه نیاز است که این همه اذیت بکنید، این همه خرج بکنید و جسد را از یک کشور به کشور دیگه انتقال بدید؟ چرا؟ چون حضرت وطن دوست گفتن که باید ما در خاک کشورم دفن بشم. یعنی چی؟ همه این دنیا خاک الله سبحانه و تعالی است. هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. هیچ فرقی هم ندارد.